سلام به کانال علم پویا خیلی خوش اومدید. امروز قراره که پنل های خورشیدی رو مورد بررسی قرار بدیم. وقتی نور خورشید به صفحه های خورشیدی میتابه برق تولید میشه. اما چطور این عمل صورت میگیره؟ در ابتدا میخوایم پنل های خورشیدی رو باز کنیم و ببینیم از چه لایه هایی تشکیل شده. همینطور که در تصویر میبینید لایه اول قاب هست که معمولا از جنس آلومینیوم هست و دور پنل قرار میگیره. کارش هم محافظت و محکم نگه داشتن پنله. لایه دوم شیشه هست، معمولا نشکن که از سلول های خورشیدی در برابر آب و گرد و خاک و ضربه محافظت. لایه سوم لایه پوششی شفاف است و از جنس پلاستیک شفافه که کارش چسبوندن و محکم نگه داشتن سلول هاست. 4 سلول های خورشیدی که فوتون ها رو جذب میکنن و فرآیند تولید برق صورت میگیره. بخش 4 رو توسط یک تصویر دیگه کاملا قرار باز کنیم و قرار بدونیم که چطوری جذب فوتون صورت میگیره و تبدیل به الکتریسیته یا همون برق میشه. پس میریم سراغ لایه پنجم که همون لایه پوششی شفاف هست که کار همون لایه سوم رو انجام میده و زیر سلول های خورشیدی قرار میگیره. لایه ششم لایه پشتی عایق الکتریکی هست که از سلول های خورشیدی در برابر رطوبت و گرد و خاک محافظت میکنه. بخش آخر یا همون قسمت هفتم جعبه اتصال هست که کارش همون خروجی برق تولید شده است که معمولا دیودهایی رو داره که مانع برگشت جریان به پنل میشه. بریم سراغ باز کردن سلول های خورشیدی و بدونیم چطوری فوتون ها رو جذب و تبدیل به الکتریسیته میکنه. پنل خورشیدی از 2 بخش اصلی تشکیل شده. جنسش از جنس سیلیکون هست و نیمه رسان است. لایه سیلیکونی نوع N و لایه سیلیکونی نوع P که اولی رو با رنگ سبز نشون دادیم و دومی رو با رنگ آبی. توی لایه سیلیکونی نوع P همون لایه آبی رنگ توپ‌های سفیدی رو می‌بینیم که همون حفره یا جای خالی الکترونه. توپ‌های نارنجی همون الکترون‌های آزاد هست. در لایه سبز رنگ توپ‌های نارنجی بیشتری رو می‌بینیم و حفره‌های کمتری رو. وقتی فوتون‌های نور خورشید به اتم‌های لایه N یا همون سبز رنگ برخورد می‌کنن، این عمل باعث میشه الکترون از اتم جدا بشه و بعد الکترون‌های آزاد شده وارد مدار بیرونی میشن که در نهایت به مصرف کننده یا همون لامپ میرسن. سپس دوباره برمیگردن و به لایه P یا همون لایه سیلیکونی آبی رنگ میرسن. الکترون ها در لایه P با حفره ها ترکیب میشن و باز دوباره توسط میدان الکتریکی که اون وسط با زرد نشون داده شده از داخل سلول به لایه N برمیگردن و این چرخه تا زمانی که نور ما قطع نشده ادامه پیدا میکنه. این یک مرور ساده بر نوع عملکرد یک صفحه خورشیدی یا پنل خورشیدی بود که امروز در جهان به عنوان یکی از پاکترین انرژی ها مورد استقبال قرار گرفته. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر لطف کنید و کانال ما رو دنبال کنید ممنون میشیم. لایک و کامنت هم فراموش نشه. تا دیداری بعد، بدرود.